آقایون داداشام، من نمیدونم دیگه جلو خود من نگه دارم. این یارو که تو صدا زد من با عزتون من اول برم میترسم اینجا رو کثیف کنم. بره آقا نمیشه، اول منم، بعد تونی، بعدی آقا، بعدی پیرمرد. شما ملتفت عرض من نشدی. میگم نمیدونم جلو خود من نگه دارم. من میترسم اینجا رو کثیف کنم. از چشمام داره میزنه بیرون. شما دو تی پلک بزن رو هم من رفتم تو برگشتم. آقا جون شما سند سالی ازت گذشته، سند پدر ما رو داری. میخواستم بمیرم. من 2 ماه پیش 2 تی استامینیفون کدئین خوردم. نمیدونم الان تاثیر نمیذاره رو این، یه موقع آبرو حیثیت ما رو ببره. من تو 10-12 بار قبلی که ازدواج کردم تجربه دارم. میگن باید آبغوره بریزی توش خونسا میکنه. من نمیدونم الان راست شم. الان برم از گور بابا کی آبغوره بکشم بیرون؟ اینو بش بیا. این کل بیش نمونه است. نه این آبغوره است. بیا بیا. چه داغمه؟ اینو چیز کن رو این. سر کشم؟ نه اونو چیز کن رو این. جا نداره نصفش سر کشم. نصفش بخوره اونو چیز کن رو این. نصفش رو سر کشم. من نمیام. سر نمیای؟ نمیدونم دیگه بیام. آها رها شد. این پسر جلو دره ناصره رو صداش بکن، بگون دنبون راه منو برداری بیاره. باشی میگم من. آقا این بیا یا تیبه کش اینجا مال دنگمون نره با. حالا یه جا دیگه همونو بکنه.